لدفع العين یعنی برای چی؟ یعنی مرادش چی میکند؟ یعنی سبحان الله هم منبر رسول صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ اعیذکما بکلمات الله التامات من کل عین لامه او شیطان هامه. یعنی حدیث مخل بدمیانه استعاذه رسول صلی الله علیه و سلم حسن و حسین دویم از این استعاذه کرده چی میگفت؟ یعنی هم چیز میگفت، یعنی هم دو آیه. یا که حدیث عبدالله ابن عقبه ابن عامر حدیث چنده رسول صلی الله علیه و سلم میگه اقرا، میگه که ماذا اقرا؟ اقرا میگه که ماذا اقرا؟ میگه اقرا، میگه قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. همین سه سوره خون میگه چند باری؟ سه باری. هر سحر و هر بگوهی، هر سحری که خونده تا شب تو به یگون چیز ضرر رسونده نمیتونه. شب یعنی بعد از عصر که خونده تا سحر تو به یگون چیز ضرر رسونده نمیتونه. خلاص تو نوای نه سری خربه محتاجه، نه سری گوسفند به، نه خوربه، نه تقی اسب، نه دندون گرگ به، هیچ چیز به محتاج نیست. هم سه باری سه سوره خون خلاص تو به ان شاء الله اگر به اخلاص همین چیز خونی باذن الله تو به چه یگون یعنی عین یگون مثلا چیز تاثیر نمیکند باذن الله. نه این اذکار نماز، نه اذکار صباح و مسای. فرق بین اذکار صلوات و اذکار مسای صباح نه این چیز نماده یعنی فقط خوندن. اذکار صباح یعنی چی میدارد؟ یعنی بعد از بامداد وقت چی میدارد؟ بعد از یعنی شرط مثلا حتی شیخ محمد میگوید که یعنی با مجرد مثلا فجر صادق میدارد وقتش. از اون گفتن میدارد. از اون که گفتن من شما مثلا چه انتظار شده گفتن گرفته میشد یعنی بعد از فجر میدارد یعنی تو گجای طلوع فجر دوام میتیند. تو اذکار صباح وقتش بدست یعنی از فجر صادق یعنی با دخول وقت نماز فجر تو طلوع شمسه تو آفتاب برآمدنه هم وقت چی میگیم؟ اذکار صباح. و اما اذکار مسا چه؟ بعد از وقت نماز عصر در آمدن تا غروب شمسه تو آفتاب نشستنه. فهمدید؟ همین وقتش. و ابن حجر رحمه الله میگه که اختلاف قولای بسیار یعنی میگه که اگر آدم مشغول شده موند، عیاد برآوره موند، بیمار شده موند و آینده اذکار صباح تو پیشین دوام تیاد میشد و اینچنین اذکار مساء از عصر تو منتصف لیل دوام تیاد میشد. یعنی اصل باید که لیکن عصر تو غروب شمس گوید و صباح از فجر تو طلوع شمس گوید. فهمید تمام چیز؟ نه. و ما يفعله بعض النساء من وضع رسم صلیب على جبهه ولدها اعوذ بالله. مثلا چه میکند کودکش چه میکنه رسمی صلیب رسم کریسته میکشد پیشونش بر. همین چیزا شرک اصغر اعتقادی میشد یعنی همین چیزا چه شرک میشد این کارشون یعنی. نه یعنی این چیز یگون از قدر الله تعالی گرونه نمیتواند. نه